قد حضرت آدم علیه السلام چند بود؟ برادر عزیز، در حدیث اگر ما نگاه کنیم طبق حدیث صحیح بخاری اومده، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که قد بابای آدم 60 زیراه بودن، یعنی 30 متر. بله برادر عزیز، 30 متر بود قچان. دورای پیش آدم بسیار کلان بودن، بسیار بزرگ بودن، مثال کلان بودن. و ایره هیچ که نمیدونه یگون پیامبر یک حکمت شبینن الله که یگون پیامبر نمیدونن در کجا خود. در حضرت آدم میگن نه قبرش در اینجا، قبرش در اونجا. دروغه این چیزو باور نکنین. هیچ که نمیدونه در کجا خواه. همیدی یهمش فیکه. با همین خاطر عصر به عصر ما کم شدیم، معیده شدیم اهمیت. عصر به عصر ما معیده شده رفتیم اساس. این یکی از نشانه های قیامت هست. همین خاص معیده میشه میری مقصد. همیدی. با همین خاطر ان شاء الله ابونه شه، поділіться که історія که خدا خواسته باشه بهترین چیزا رو در کانال ما خدمت میکنین. بدون این پروفیل ما تماشا کنین، محقولتون میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.